سلام دارم خدمت شما عزیزان، وقتتون بخیر. امروز یک شنبه هست، 7 سپتامبر 2025 و مثل همیشه میخوایم نمادهای مختلفی رو با هم بررسی بکنیم. صحبتهای ما از آنجایی که ابتدای هفته است و اخبار رو داده ها رو نمیدونیم چه خواهد بود میتونه دارای خطا باشه. در نتیجه ما روند کلی، جهت کلی و جاهایی که به درد میخوره برای معامله رو خدمتتون عرض میکنیم و امیدوارم که این صحبت‌ها در نهایت برای شما مفید باشه. عرضم به حضورتون که این هفته داده تورم امریکا در روز پنجشنبه بسیار مهمه. جلسه بانک مرکزی اروپا در پنجشنبه مهمه و یک سری خبرهای دیگه مثل شاخص بهای تولید کننده ژاپن، بازبینی کل NFP در بعد سالانه و یا مثلا GDP انگلستان میاد که اینها اثر دارن، ولی نه مثل تورم و جلسه بانک مرکزی اروپا. پس روز پنجشنبه برای ما خیلی مهمه و تورم امریکا در تمام صحبت‌های ما در واقع اثر خواهد گذاشت. ما هفته گذشته در واقع در اینجا شاهد افت NFP به 22,000 بودیم و قیمت یورو در برابر دلار رشد داشت و در حال حاضر 1.1718 هست. به نظر من مقاومت 1.18 در اینجا بالاخره شکسته میشه. حالا این هفته با یه داده تورمی کمتر از پیش بینی یا هفته های بعدی بالاخره این شکسته میشه. پس خرید یورو در برابر دلار منطقی است. حالا شما میتوانید ریسک بکنید. حالا من عرضم به حضورتون تایم رو بیارم در روزانه. میتونید ریسک بکنید و در اینجا خرید بکنید. میتونید ریسک بکنید، ریسک در واقع کمتری داشته باشید در اینجا یا در نواحی مختلف در این حوالی اگر بیاد، که بسیار بعید میدونم. اینجا حوالی 1.14 هست. به نظر من کسی در حوالی 1.16 یورو دلار رو بخره به هدف 1.20 دیگه الان منطقی است، میتواند این خرید رو داشته باشه. 1.17 مشکلی نداره. ببینید مثلا شما وقتی که اینجا بای میزنید و مثلا SL تون هست 1.14 یا مثلا 1.13، عرضم به حضورتون که این مشکلی نداره این بای. خب اگر حجمتون رو الکی بیمورد زیاد نکنید، یعنی مثلا در 3,000 دلار بیایید شما اینجا 3 لات ترید بکنید و عرضم به حضورتون که این رو بخرید، 100 پیپ بیاد پایین 3,000 دلار فقط میرید تو ضرر، که این ضرر معقولی است در یه عدد 100,000 دلار. هدف این جفت ارز فعلا 1.20. یه سری مؤسسات هفته گذشته اومدن هدف 1.24 1.25 این حوالی ها رو نشون دادن. این خیلی زمان میبره و روش شکه، ولی من میتونم خدمتتون بگم 1.20 1.21 رو منطقی است. میتونیم تا 1.20 1.21 رو با خیال راحت بریم. پس منطقی است یورو دلار به هدف 1.20 1.21. و داده تورم این هفته هم که خیلی کلیدی هستش. مورد بعدی دلار ین و ین ژاپن هم در برابر دلار هفته گذشته در اینجا تونست در واقع حرکت نزولی خوبی داشته باشه و عرضم به حضورتون که هدفهایی که برای دلار ین مطرح میکنن حوالی 140 اینجا هستش. من کاملا با این هدف موافقم، چون شما در ین ژاپن بحث کوچک شدن ترازان و افزایش نرخ رو در حالی که همه به سمت کاهشن افزایش نرخ رو در پیش دارید. فقط یه اتفاقی افتاده در چند ساعت گذشته که نخست وزیر ژاپن در واقع استعفا داده. این میتونه باعث بشه، شاید، ببینید میگم شاید، میتونه باعث بشه در واقع ین ژاپن با گپ نزولی باز بشه و دلار ین مثلا رو 148 باز بشه
یا حتی بالاتر، مثلا 148 50 این حوالیه، مثلا این محدوده باز بشه. به نظر من اینجا اوکیه برای ارزم به حضورتون میگم خرید. فروش اوکیه، خرید ین منظورم هست که میشه فروش دلار ین. به نظر من با نقطه ورود 148 و استاپ بسیار دور. چرا استاپ دور؟ استاپ مثلا 154 155، چون اختلافات نرخ بهره‌ای دلار و ین ژاپن خیلی بالاست. این باعث میشه که ما خیلی دست به عصا نسبت به ین عمل بکنیم. یه دونه 149 اینجا نقطه ورود داد، خیلی عالی بود. من اینو خودم اشتباه کردم، ورود نکردم، چون احساس میکردم بازم میتونه رشد بکنه. هر چقدر بالاتر این جفت ارز رو سل بگیرید راحت ترید. یعنی 148 اوکیه، 148 50 149 اوکیه، خوبن اینا، ولی اگر 150 بشه خیلی بهتره. اسئلمون در واقع یا میتونه دورتر قرار بگیره، میتونه 156 قرار بگیره، میتونه هم اگر همون 155 هست در واقع زیان کمتری به ما بزنه، 500 بیب زیان بزنه به جای 700 بیب. ولی خب این جوفرس هم مسیر نزولی داره به صورت کلی و به نظر من در چند وقت آینده به سمت 140 پیش میره. حالا برود، ببینید این نکته چیه، برود مثلا به حوالی 150 بعد ریزش بکنه یا از همینجا ریزش بکنه. در هر صورت شما میخواید به اهداف پایین برسید. این بین در واقع چه هست؟ زمان. این بین فقط زمان باید بهش بخوره و نه در هر دو صورت نزولی است، هیچ مشکلی نیست. و عرضم به حضورتون که پس دلار ین هم ما تفکرمون نزولی هست. مورد بعدی USD کد هست. دلار کانادا رو داریم، این جوفرز رو داریم در تایم روزانه. من بیام رو هفتگی راحت ترم همیشه. و عرضم به حضورتون که داده های کانادا بسیار بد بود و به نظر من دلار کانادا یکی از ارزایی که تحت فشار نزولی قرار میگیره و به نظرم حرکت این جفت ارز مجدد به سمت 1.39 الی 1.40 منطقی است و به نظر من دلار کانادا در موضع ضعف قرار داره و وضعیتش خوب نیست و خیلی راحت و خلاصه USD کد به نظر من رشد میکنه، صعود میکنه، مگر اینکه این هفته داده تورم امریکا خیلی پایین بیاد. در چنین حالتی هم باز دلار کانادا نسبت به دلار امریکا خیلی نمیتونه قوی بشه، چون دلار کانادا در موضع ضعفه. مورد بعدی ارزم به حضورتون پوند. در پوند دلار هفته گذشته ما تا قیمت 1.3340 هم اینجا شاهد نزول هستیم. پوند دلار عزیزان به نظر من این مقاومت 1.37 شکستش خیلی سخته. به نظر من ما در چند وقت آینده بین 1.37 الی همین 1.31 1.32 در نوسان خواهیم بود و این جفت ارز از نگاه من چند هفته است دارم میگم صحبتی نداریم. یعنی تمام این هفته هایی که اینجا بوده من خدمتتون گفتم صحبت خاصی نداریم، این محدوده میتونه نوسان بکنه. این هفته هم همینو میگم این صحبت خاصی من در موردش نمیتونم مطرح بکنم. فقط روز جمعه GDP پوند رو هم حواستون باشه، در موقعیت خوبی نیست این نماد. مورد بعدی طلا که بالاخره در واقع این مقاومت 3500 رو ازش عبور کرد و این در واقع این مهم با بحث NFP رخ داد. داده اشتغال غیر کشاورزی آمریکا بد بود و صعود کرد. بخوایم یک بعد کلی در نظر بگیریم، من رو در تریدینگ ویو نگاه بکنم.
بخوایم بعد کلی در نظر بگیریم، عرضم به حضورتون که طلا هدفش 4000 هست، یعنی اینجا هدف اولیش. چند وقتی گذشته مؤسسات اومدن یه هدف اضافه‌ای رو گفتن 4400 4500 این حوالی. من با این خیلی موافقم و الان مسیرش رو باز میدونم، یعنی الان شما باهی بزنید از نگاه من منطقی تر است تا اینکه بین 3100 الی 3400 500 بزنید. مشکلی که وجود داره اصلاح احتمالی است، یعنی یک تورم بهتر از پیش بینی در طی این هفته میتونه طلا رو پایین بیاره، به این مفهوم که مثلا طلا در این هفته پیش رو در واقع با عرضم به حضورتون یک داده بسیار قوی تورمی رو بشه و طلا مثلا بیاد به دوباره مثلا 3500 3490 این حوالی ها در واقع قیمت رو دوباره ببینه. من احتمالاً بخشی از حجممون رو اختصاص بدم به خرید طلا، ولی خب استاپ من دوره، من متد کاری مینه، نمیخوام بی مورد از معامله بیام بیرون. دقت میکنی نمیخوام سر 4 تا خبر ناچیز و بر اثر مثلا یه نوسان آسیب ببینم. من اگر در 3500 ورود بکنم، SLم رو مثلا میذارم 2800. SL من 2800 خواهد بود. چرا؟ برای اینکه تمام حجم رو در 3500 نمیزنم، نیمی از حجم رو میزنم و مابقیش رو نگه میدارم در صورتی که 3200 رو دید بزنم. با چنین استدلال و استراتژی میتوان به سمت 4000 الی 4400 حرکت کرد. این اوکیه الان از نگاه من و دوستان خیلی دوست دارن بدونن که این هفته چه اتفاقی میفته برای طلا. ببینید یه داده تورمی قوی میتونه دوباره طلا رو تا 3500 بالا پایین بیاره، عذرخواهی میکنم، میتونم 3600 این هفته رد بکنه. در هر صورت این 3600 رو رد میکنه. فقط بحثی که میماند زمان است، حوصله کردن شما، صبر کردن شما، صبوری کردن شما، همین مهم. بریم سراغ نماد مورد علاقه داو جونز 45400. خیلی وقت خدمتتون دارم عرض میکنم این نماد خریدنی است و در واقع این ناحیه موهبت الهی بود برای ما و سود بسیار خوبی داشت و به نظر من دیدن 50000 در اینجا به شدت منطقی و راحت است و به نظرم ما میتونیم در موضع خرید داو جونز ورود بکنیم. احتمال اصلاح هایی به سمت 44000 وجود داره در اینجا که اگر رسید میتونیم ورود بکنیم، اما اگر رویدادی رخ داد که بخواهد مثلا طی 2-3 روز داو جونز رو مثلا 10% پایین بیاره، ما باید سریعا خارج بشیم. این رویداد رو شما میفهمید. مثلا یه تنش تجاری گسترده با چین این نماد رو راحت 44000 میاره، راحت 43000 میاره. دقت میکنید؟ ولی یه موضوعی مثل جنگ چین با تایوان این نماد رو راحت 38000 که چه عرض بکنم 30000 میبره. پس شما باید خیلی هوشیار باشید. ببین اگه تنش مثلا لفظی باشه، تنش به ظاهر موقت باشه، ما نمیبندیم معاملمونه. 45400 مثلا بای زدیم میاد مثلا 44500، نگران نمیشیم، اوکی اوضاع همچنان. اما اگر رویدادی باشه که قرار باشه به قول معروف داو جونز رو ببره مثلا 30000، دیگه باید بیاید بیرون، هر چقدر هم استاپتون دور باشه و فاصله داشته باشه. خرید داو جونز در نهایت همچنان من خدمتتون میگم خرید داو جونز منطقی است. بعدیش هم نفت WTI هست که صحبت از افزایش تولید و عرضم به حضورتون این مباحث باعث فشار نزولی شده و قیمت 56 همچنان حمایت ما هست
میدونید چرا 56 حمایته؟ به خاطر اینکه 56 مهمه به لحاظ بحث اقتصادی نفت. ما الان اگر داریم به 55 56 اشاره میکنیم به خاطر اینجا نیست، به خاطر این مسئله نیست. اگر اینم نبود، این حمایت اینجا نبود و مثلا فرض کنید اینجا نمودار نیست، وجود نداره، نمودار الان این شکلیه، اونجا نیستش، باز من میگفتم 55 به خاطر بحث اقتصادی نفت که 55 مهم است. 50 دلار، 55 دلار، اینا عددهای مهم هستن. زیر این عددها دیگه شرکت‌های، برخی از شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های نفتی امریکایی وارد زیان میشن، به صرفه نیست تولید نفتشون. دقت میکنید؟ پس 55 نه برای اثر مسائل تکنیکالی. الان چون من دارم رو نمودار صحبت میکنم فکر نکنید دارم تکنیکالی به قضیه نگاه میکنم، نه، فقط اینا دارم میارم که شما شمایلی از قیمت داشته باشید و اینا من میتونم مثلا نمودار رو بذارم کنار فقط راجع به بازار صحبت بکنم. دقت میکنید؟ دارم صرفا میگم این 55 اینجا به خاطر این، نه، صورت کلی 55 الی 50 مهم است، به شدت حمایتی است و این افزایش تولیدات نهایت قیمت رو میخواد به اون سمت ببره. در نهایت بیشتر نمیتونه پایین ببره چون دیگه خطرناک میشه. همین، صحبت دیگری ندارم و امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید. به خصوص روز پنجشنبه رو هم مراقب باشید. انشالله هر جا هستید شاد باشید.